هم‌یاران عزیز قرار داریم در باغ غلامجان شهر ترسنزاده حاجی غلامجان انگور پروری پیش جمهوری و باغش را تماشا کنید. 8 اوگوست سال 2024 است. این انگورهای اواتر را ببینید. این انگور را ببینید. این رو مویز کند اگر خدا خواهد مویز میکند. این هم پیوند کردگی اواتر زور کردگی ببینید. کیف راحت کنید. راحت کنید. این ببینید. این خوشا را ببینید. خوشا در روزش رو ببینید. نیم متر خوشا در روزی است. دانه کلانش رو ببینید. این چنان مویزی می شود که این حال یک ماه دیگر در طورش است. سیب سیاه می شود. انا این 38 رو دیدم. انا ببینید. این پخته است. این ببینید اواتر رو. انا این حالای اواتر ما خدا خواهد امسال با میبروریم ارزان تر کرده علاقه. این ببینید. چلیک من ببینید. چلیک ببینید. توگجوی چلیک اومدن. توگجوی انگشتری و قوسیش رو ببینید. قوسی انگشتری رو ببینید. قوسی انگور رو ببینید. این گفتن که بوریک میشود. مویزش بوریک میشود. این و سالوی اول ما شنوندیم قوت نداشت درخت. سال بوریکتر شد. این ببینید. این سالو چقدر قوس شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما حاضر چشده میبینم. حالی هم خام است چون که منای قفوش سیب سیاه شود پختگی است. اینجاش برای هوای بازار که رفتید انخیل سیاهش رو خرید. انخیل سرخش رو نخرید که این سرخش بیمزه است و شما بودم میگوید که انگوری اواتر هیچی بوده است. اگر شما انخیل سرخش رو خورید این فعلتون میگردد از انگور خوری اواتر دلتون میموند. لیکن اگر سیاهش رو خورید انخیل شما راحت میکنید. برای در بازار دونسته مانید که اگر خوردید شما شیرین نباشد یعنی که خامش رو خریدید. اکنون من چشیده میبینم. حولم شیرین باید میشود اکا. حولم قندش کمتر است. من ببینید ولی نپخته است. ولی سرختر است. ببینید. یک 200 متر رفتگی در این انگور اواتر نبینید. چخیلی که میستر بوب گفتن من اینجا انگور نه فقط پول دیده ایستادم. پروفسوری انیورسیتی ترومنی امریکا حیران شد در کاری بچه های ما. بعدا حیران شد گفت که اینقدر مهنت های زور میکردید شما. اینقدر دانشمند بودید. غلامجان در مکتب نخونده است. دانشمندی غلامجان در روزه همه ساله کارش آمده است. نبینید. انا هم‌یاران عزیز این باغ میوه انگور اواتر آخرش آخر ندارد. من هم‌یاران عزیز باز یک دیگر نوار از انگوری دیگر نمود نوار میگیرم.